بیا دختر یه هم بورک دیگه نمیخوای همراه پشت بر ترکی برای یک که بورکی اینجا خودم برات درست شکلش که از ترکیه بهتره، ببینم طعمش هم بهتره یا نه. یه دونه تخم مرغ بشکن تو ظرفت، یه استکان شاه عباسی شیر، یه استکان شاه عباسی دیگه ماست، نصف فنجون شاه عباسی دوباره روغن زیتون، یه قاشق چای خوری هم شکرش کن. حالا قطپتیش کن. حالا سه تا و نصفه لیوان آرد بهش اضافه میکنیم، نصفه آخر یواش یواش اضافه کنیم. با چنگلاتون قشنگ ورزش بدید. به یه حالت که شد کف ظرفتون یک کم چرب کنید، بذارید روش هم روغن بزنید. روغنش که زدی یه سفلونی پلاستیکی برید روش خوش نشه، یه ساعت استراحتش بدید. یه سر قابلمه سینی هرچی هم دارید برید روش. یه مش گردو بکوب که دندون گیر بشه. یه قالب پنیری هم بندقتیش، فرق نمیکنه هر پنیر دوست داری. 2 قاشق غذاخوری هم خامه بهش اضافه کن، خامه صابونه. یه قاشق غذاخوری هم زیره، حالا سبز و سیاه فرق نمیکنه بریز روش. نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه. یه قاشق چایخوری هم طبق معمول تخم گیشنیز. 2 قاشق غذاخوری هم کنجیت. 1 کیلو اسفناج بخر تمیز کو، بخارپزش کو، بریز روش. آب نداشته باشه ها. یه نصف قاشق غذاخوری هم بهش شبت بزن. حالا با یه چنگل بیا فوارش، همه رو قاطی کن. خمیرت که یه ساعتی استراحتش دادی، حالا چونوی کوچیک ازش بگیر، بازش که تو پودر نشاسته. یه خورده کره هم آب کنی، کره حیوانی باشه که عطر داشته باشه، بریزید رو خمیرتون. حالا از مواد پنیر اسفناجتون بذارید وسطش. الان رولش کن. حالا قشنگ بیپیچ رولش کن، بذارش تو سینی چرب شده با کره. الان قشنگ روش کرمال کنین دوباره. حالا با کنجیت سیاه‌دون تزیینش کن. چقدر ترد و خوشمزه شده. به خدا که از بورک اونها 100 درجه بهتر. میتونید با خمیر یوفکا هم درست کنید اگه حوصلتون نمیشه خمیرش درست کنید. ماما میا ماما سیتا.